سلام، خیلی خوش اومدید به یک سری دیگه از ویدیوهای یوتیوب فازباز. امروز اومدیم براتون یک سری حدس آهنگ بزنیم، اما قبلش حدس آهنگ بزنیم. آره حاجی، اومدیم یک سری آهنگو حدس بزنیم. متین برامون یک سری آهنگ پیدا کرده. قراره یک سری توضیح بده درباره اینکه باید چیکار بکنیم دیگه. من خودم دقیقاً نمیدونم، فقط میدونم یک سری آهنگو باید حدس بزنیم. متین جان چی برامون بود؟ یه سری آهنگ حدود 10 یا 11 تا آهنگه که من از اون آهنگ یک متنی رو نوشتم یا راجع به اون آهنگ یک توضیح دادم که بچه‌ها نسبت به اون توضیحی که میدن حدس بزنن اون آهنگ چیه، یا اسم خواننده یا متن ازش بخونی. یه توضیحی راجع به یه چیز میدی موزیک ما حدس بزنیم. آره یا یه قسمت از متن آهنگو خیلی مثلا روون گفتمش. حالا متن باشه واسه مقدار راحت‌تر میشه، ولی اگه توضیح داره نه توش رپ داره، پاپ داره، کلاسیک داره، هم قدیمیه هم چیزه پاپ یه جوری. مثلا رپ توش کلا نداشتم. خودش مثلا رپ توش نمیده. خب پس قبل از همه اینها بچه‌ها دوباره باز خوش اومدید. لایک، کامنت، سابسکرایب بزنید بالا سر متین، اونم بزنید. دوستتون داریم. چرا صداش فرق کرد؟ تو بزن. آره فرق می‌کنه. پس بریم که بیایم ببینیم چه خبره. تو اینکه معلومه برنده این بازی فکر کنم حاجی این دفعه واقعا تو برنده باشی. من نه، من مطمئنم. من تو متن شعر افتضاحم، یعنی متن شعر رو به هیچ عنوان نمیتونم حفظ بکنم. ببین میدونید من جز کدوم دستام؟ من جز اون دستام که موزیک وقتی پخش میشه میتونم بخونم، ولی زمانی که موزیک نداریم و به هیچ اصلا نمیتونم بخونم، اصلا نمیدونم چیه. آقا بریم برای سوال اول. بریم. بریم. خب آقا تو این آهنگ خواننده رفته اونور کلا، بعد عاشق ایرانه، عاشق یارشه و میدونه که یارش اونو خیلی دوست داره، براش بیقراره. ایران کجای ایران این مرز پرگوهر یار داره، یارش بیقراره. بذار حاجی من حس میکنم یکی از طرف رفته خارج از ایران. توی یکی چیزاش هم که میگه که میدونه اون که منو دوست داره توی جام شبش منو میبینه. خانومه؟ آره. وای حاجی یکی از ترکای همیراه. بذار الان میگم. ای توفتوش عزیزم رفته سفر کی بر که توش جام شرابه. میدونه اون که دوستم داشت منو میبینه توی جام. بگو خب حاجی بگو دیگه. نه یک دو سه چی دوباره بگو؟ نه دیگه آخر دوباره بگو یه دقیقه وایسا. میدونه اون که دوستم داشت منو میبینه تو جامش، توی اون که دوستم داشت منو میبینه تو جامش، توی اون جام شرابه. حالا کدوم آهنگشه؟ اسمشو نمیدونم. اسمش خیلی راحته. خیلی جام شراب. نه آهنگ دریا کنارشه. میخوام برم دریا کنار هنوز قشنگه. عجب حاجی چرا ذهنم رسید یه تیکه متین گفت اینو حاجی چیز شدم. بعد خیلی از جای سختیش آره هر چی کردم اگه دریا کنار رو میآوردش 3 سوت میگفتیم. دقیقاً این قسمتشو گذاشتیم. آقا پس الان یه امتیاز آرش گرفت. آره میدونی رفت وسط آهنگ آورده بود. خیلی سخت. بابا توی آهنگ بعدی طرف میگه که به عشقش میگه وقتی داری میای من صدای تو رو از همه جا میشنوم. خب و تاکیدم به خیلی تاکید داره سر این که من تو رو واسه کار خاک برستری نمیخوام، واسه خودت میخوام. حاجی کدوم خواننده قدیمی اینو حس میکنم حاجی اینو میگه من واسه کار خاک برستری تو رو نمیخوام، واسه خودم تو رو میخوام. همون نوشتم اصلا نمیفهم چی نوشته. چی بار دیگه وقتی از این داره میاد آره صداشو از همه جا میشنوه طرف. خب بعد میگه من تو رو وقتی میای صدای باد از همین هست. آره بدون راهنمایی، بدون اینجوری امتیاز بگیر. امتیاز هم میخواد بگیری به این شکل. خیلی حاجی واقعا سلکشنش عالیه. بریم بعدی. اون تیکه که میگه کار خاک برستری چی میگه؟ اونجا چیه داستانش؟ من تو رو واسه خودم نستنه هم از حاجی راست میگه. خیلی چقدر قشنگ در آوردی خدا وکیل.
یعنی حال کردم. بریم بعدی. بعدی خیلی آسونه. برو بریم. تو این آهنگ طرف چت کرده. خب قطع یعنی چت کرده میخواد همه جا یه چیزی بنویسه. یا بنویسیم روی باد رو پر پرنده رو ابرا یا بنویسیم چقدر باهوشیده برم. حاجی دارم میبرم. چیو داری میبری؟ هوش. کجا داری از هوش از حافظه نگم پیش برات. بابا ترکوندم. مرسی متین. مرسی. آهنگ بعدی طرف توی آهنگ میگه که الهی من قربونی عید فطر تو بشم. ای وای ما بخون که حاجی پشتش بزن. چی میگفتش که تو کعبه عشقی و من عاشق روی قبلتم، من اولین اونیه خوابهای فطر کعبتم، میمیرم از عشق تو. باریکلا حاجی چه موزیکایی انتخاب کرده، خیلی بعد چقدرم قشنگ حاجی راهنمایی کرده. باریکلا احسن. بچه این وسط هم بهتون میگم متین اون بالا که الان داشت مینوشت قشنگ این دوده رو کردش. لطفاً ادیتور اینجا یکم بعد اول داستان اومدیم از چت جی پی تی استفاده کنه، هر چی سوال می‌کرد نمی‌شه آسان‌تر، ساده‌تر، دیگه نتونست در بیاره، خودش در آورد. واقعا باریکلا خیلی خفن کرد. مولوش 2 ساعت گذاشته کله گذاشته. بریم حاجی بعدی. بعدی که طرف تو این آهنگ خنده طرف رو به ماه تشبیه کرده. خب خنده‌شو به ماه. آره گفته هم ماه هم قشنگ خندش. گفته موهای طرف هم خرماییه. خرمایی رنگه چشای بلند رنگش برده به جنگش دلمو برده به جنگش. کجا شد میگیم ماه خرمایی رنگش چشای ماه قشنگش. نه من میگم چشای ماه و پلنگش. نه چشای وچه پلنگش خنده ماه قشنگش. مال کی بود؟ مال مرتضی. آره اون چقدر ترک حاجی خفنیه، خیلی خفن. چشای بچه پلنگش امتیازا رو که داری سب کن نداره. آهنگ بعدی یک کمی سخت‌تره خب ولی تست می‌کنم میتونیم بگیم. تو این آهنگ طرف کلا رد داده. کلا رد داده رفته. میگه که قایق سواری رو خیلی دوست دارم ولی دریا رو بدون تو نمیخوام. دریا قشنگه. نه این نیست. بعد میگه من خیلی تنهام ولی اصلا مهمونی هم نمیخوام. اوه فاک. یعنی چی؟ چقدر ایهام. آره بعد یه طرف عاشق دخترای داغونه. حاجی میگه واقعا مثلا تو آره میگه طرف میگه نه میگه که عاشق دخترا. چرا میگه؟ چون دختره که خیلی خوشگل باشه و واسه شهر قصه باشه نمیخوام. دختر شهر قصه چی بود؟ وای طبیعتا دختر شهر قصه ها تو موزیکش نداره. چرا داره حاجی؟ بذار الان میگم. اگه نگفت یه راهنمایی خیلی ریز میکنم بهت. بگم برات. بگو حاجی بگو. طرف عاشق نمره 12 13. عاشق چیه؟ 20 کلاس بهترین نوشا حواسا نمیخوام. آفرین. دختری که دختری که مثل پریاس نمیخوام، دختری که تو شهر قصه هاست نمیخوام. واقعا حاجی طرف بودین دختر شهر پریا رو نمیخواد، اون که جاش تو قصه هاست. من تو رو میخوام اونا رو نمیخوام. نفسم تویی تو میدونی هوا رو نمیخوام. احسنت باریکلا. پس امتیاز گرفتیم دیگه. 2 3 حاجی. چی 2 3 آره دیگه من موزیک من قبلیه رو گفتم. اولی هم شدیم 2 3 خیلی رقابت تنگ جلو. آقا طرف تو این آهنگ قبلی رد و این طرف تو آهنگ خیلی سایکوه. سایکو که تو میگه که من دوست دارم بهت بگم کات کنیم تو بگی من نمیخوام. دوست دارم چند روزی گم و گور شم اصلا ببینم تو حالت چی میشه. خیلی
مریضه. آره خیلی مریضه. بعد همه مثلا از خدا میخوان که مثلا عمر طولانی بهشون بده که مثلا اینا پیش خانواده باشن، خوش بگذرونن. میگم من از خدا میخوام بهم اون عمر طولانی بده که به جای تو بمیرم. من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم، انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم. وقتی موزیک در میاد 4-3 خب به حاجی آهنگ بعدی همه چیو دارم میبرم. کجا میبری؟ گوش حاجی IQ 100. برو بریم باش بگی. بریم. توی این آهنگ داشت طرف میگه که با جیب خالی هم میشه اشغال کرد. روکی میگه آره. همین. بعد پوزی هم که تو آهنگ میگه چی میگه شروالری دارم. کت پوست مار ندارم، شلوار لیک دارم، یخچال ساید بای ساید ندیم همونی که دارم، یه خانوم که رفته برونزه کرده تو کیش که دارم، یه خانوم که چه عالیه، همه چی عالیه، خوش میگذره با این که امتیاز آرش پایینه. عالی شد عالی شد. باورم نمیشه یه مسابقه رو دارم میبرم. نمیدونم چه الان فهمیدم چه حسی داره. هنوز نبرد. چند تا سوال دیگه داریم؟ فکر کنم 2 تا دیگه. برگام. آره. برو بریم. از همین الان چند؟ 3-5-3. بله. یعنی شما 2 تا دیگه هم بگیری میشه 5-5 تا. قدیمی. بعد موقع میرسه به پنالتی. کارت دارم. فعلا که یکیش به نفع ما. بله گذاشتم حسابت. بله حالا به حسابتون میرسه. خب تو این آهنگ طرف میگه که من دلبر خیلی بانمکم. خودش به خودش میگه دلبر بانمک. آره از خودش میگه من دلبریم که خیلی بانمکم. امتیاز تو میگیری یا بهراد میگیره؟ آرش میگیره آجی. نمیتونست بخونه. حد زد. نه بالاخره اومدم رو ریت بیتش. ولی بهرادم کمکم کرد. شما کی بود این ناهید. دلبر بانمکم. حاجی من حس میکنم آهنگایی که بلدیم و حفظمون میخونیم خیلی به سنمون نمیخوره. آره میدونی یعنی حداقل باید مثلا دهه 50-60 باشه این آهنگ. تو ماشین دایی گوش دادی عمو. بعد این که پیدا کرده خیلی عجیبه. رفت آهنگا رو پیدا از ساسیمان کرد. ناهید اصلا برگات میریزه. امیدوارم حاجی از ملک الشعرای بهار شعر نخونه. آخریه خیلی لازمه بچه‌ها. فقط دستا رو زنگ باشه که طرف یه پدره که داره راجع به دخترش صحبت میکنه. داره از زیباییاش میگه، خوشگلیاش میگه. وایسا یه دختر دارم شانه داره، صورتی داره، پا نداره، از خوشگلی تا نداره. امتیاز من گرفتم. چرا تو خیلی هم خوبه حاجی. من خوندم عملا دیگه. داشتی دختر من سریع گفتم یه دختر دارم شانه نداره. آسون بود. خیلی آسون. آره من کلا بعد ولی تایم بیشتری بذارم واسه خیلی ناراحتم برای اینکه مجازات نداشتش. یعنی کاش قبلش مجازاتی حداقل می‌ذاشتیم. یه بارم گذاشتم تو و قبل از اینکه بخوایم ویدیو رو بگیریم گفتم مجازات بذاریم. بعد تو ذهن خودم گفتم اگه ببازی چی همیشه طمع کار دست انسان. یعنی الان اگه مجازات بود میشستم کنار لذت می‌بردم. یعنی آرش شکنجه میشد من قشنگ لذت می‌بردم. مطمئن باش این زمین گرده. نوبت منم میشه. چی الان نوبت چی میشه؟ مگه تو الان آفرین دقیقاً مگه مجازات شدی الان؟ بالاخره الان کینه به دل گرفتی تو ویدیوی بعدی مثلا مجازات به خاطر مجازات که نشدی. عالیه. بچه‌ها دم متین گرم. قربونش. مرسی ازت. مرسی که وقت گذاشتی اومد پیشمون و واقعا 2 ساعت داره وقت میذاره. دم همتون گرم. مرسی که همراه ما هستین. مرسی که تا اینجا ویدیومون رو نگاه کردین. اگر از این کانتنت خوشتون میاد، یعنی از این مدل ویدیوهایی که حدس میزنیم براتون مسابقه برگزار می‌کنیم، حتما توی کامنت ها برامون مسابقه رو حداقل کامنت کنید. یعنی مسابقه رو بنویسید. آره.
اسم متین هم برام بده. برای اینکه انرژی خوشگلم اسم متین واجبه بنویسن ها به جای مسابقه کنم. بنویسید متین. اگه خوشتون اومد بنویسید متین. برای اینکه انرژی خوشگلم به ما بدین یک حامی راه برای ما باشه که ادامه بدیم. نور راه تحریکمون باشه. دقیقاً. توشه راه ما کامنت، لایک و سابسکرایب شما. امیدوارم که ویدیومون رو دوست داشته باشید. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. کلی چالشون مجازاتای حساس تو این دنیای پر غم که بده